سلام دوستان، براتون یک ویدیوی آماده کردم، یک آموزشی که اکثرا دنبالشن. این آموزش خیلی میتونه به شما کمکی کرده باشه و محافظت از سنگ عقیق شما هست. ما میخوایم انرژی سنگ عقیق رو حفظ کنیم و از کار نیفته یا بیشتر به همون انرژی بده. سنگ عقیق خاصیت‌های فراوانی داره، مانند آرامش، گاهی وقتا رزق، جریان خون رو صاف میکنه. خونی که اگر خونت سیاه باشه صافش میکنه. بله، همچین قدرتایی داره. سنگ عقیق شجاعت میاره، انرژی مثبتی میاره، انرژی های منفی رو دور میکنه و محبت بین مردم رو بیشتر میکنه. ما میخواییم سنگ رو تقویت کنیم. این سنگ رو تقویت کنیم. باید چی کار کنیم تا هم روی انرژیش محافظت کرده باشیم، هم بیشترش کرده باشیم. یک لیوان فرقی نداره چه لیوانی باشه. یک لیوان بیارید، کمی گلاب توی لیوان میریزید. گلاب توی لیوان میریزید. رفقا، این آموزش ها هیچ جا نگفته، همش درباره خواص سنگ و درباره فلان سنگ و سنگ اینطوری و سنگ اونطوری. خب درباره خاصیتاش هم بگی، چجور در مقابل انرژیش مراقبت کنیم، چه کار باید کنیم. ما که میدونیم عقیق چیه، میدونیم کارهای چیه، چجور محافظت کنیم، اینا رو هیچ جا نگفتن. پس اگر میخواید بیشتر یاد بگیرید حتما این کانال رو داشته باشید. خب توی گلاب میذاریم یه ساعت و نیم توی گلاب میذاریم. بعد گلاب خاصیتی که داره، نقره این انگشتر نقرهتون اگر سیاهی گرفته با همون آب گلاب میتونید بشورید دقیق و با فرش اینجوری بمالید، تمیز میشه، یعنی تمام لکه های سیاه میفته. توی آب گلاب میذارید، بعد یه ساعت در میارید. حالا اگر سیاهی داشت نقرهتون با فرش تمیز کنید. یه نمونه براتون انجام بدم. نگاه، اینجور میمالید. اینجور وقتی بمالید نقرهتون دوباره نو میشه. خب بعد زیر نور خورشید میذارید. وقتی زیر نور خورشید گذاشتید در حد 1 ساعت و بعد حتما میپوشید و باهاش نماز میکنید. میبینید که عطر گلاب میده، انرژی فراوانی داره و وقتی باهاش نماز خوندی میبینی چقدر بهتر از قبل شده. بچه ها، عقیق خاصیت هایی که داره مثل سلیمانی نیست. سلیمانی این حالا سلطانیه. سلیمانی روحانیه، یعنی موکل داره. برای سلیمانی باید بخور استفاده کرد، مسک استفاده کرد یا بخور مخصوصش استفاده کرد. سلیمانی فرق داره. پس این دو روش برای محافظت از قدرت عقیق و محافظت کردن از انرژی عقیق هست. حتما این کانال رو داشته باشید، نظراتتون هم بنویسید و من میگم هر چیزی که توی این کانال میشنوید در بارش تحقیق کنید. اگر دیدید اشتباه از منه یا من دارم اشتباه بهتون آموزش میدم، هر چی دوست داشتید میتونید بگید. خوشحال میشیم به شما کمک کرده باشیم و واسه ویدیوهای بعدی بدرود.